جوانهای عزیز، دینتون رو، فکر سیاسیتون رو، حضورتون رو، آمادگی هاتون رو، جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید. وحدتتون رو حفظ کنید. وحدت رو حفظ کنید. ملت یک پارچه بر هر دشمنی فائق میاد. بدانید خداوند انشاءالله شماها رو حفظ کنه، این آمادگی هاتون رو هم حفظ کنه. انشاءالله به زودی زود احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم